امروز میخوایم بریم سراغ یه عددی که نه تنها سر خط خبرها بلکه زندگی روزمره همه در ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اون عدد چیه؟ 94,000. بله، این تقریباً تعداد تومانی بود که در اواخر سال 1404 برای خرید فقط $1 آمریکا لازم داشتید. یه رقم واقعاً سرسام‌آور، مخصوصاً اگه با 10 سال قبلش مقایسه کنید. این تایملاین بهمون نشون میده که چه جهش بیوقفه‌ای اتفاق افتاده. یه روند صعودی چند ساله که به خصوص بعد از سال 97 چشمانداز اقتصادی رو به کلی تغییر داد. خب، سوال اصلی اینه، چی باعث این اتفاق شده؟ یه دلیل خاص داره یا یه طوفان کامل از عوامل مختلف دست به دست هم دادن؟ واسه اینکه جواب این سوالو پیدا کنیم، باید لایه لایه این موضوع رو بشکافیم. بیایید از بیرونی ترین لایه شروع کنیم، فشارهای خارجی. خیلی خب، پس نقشه راهمون اینه. اول از شوک‌های خارجی شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ موتور داخلی اقتصاد، عامل انسانی رو بررسی می‌کنیم. بعد اثرات دومینووارش رو می‌بینیم و آخر سر هم نگاهی میندازیم به اینکه آیا راهی برای آینده وجود داره یا نه. خب، لایه اول شوک خارجی. معمولاً وقتی صحبت از این چیزا میشه، اولین چیزی که به ذهن میاد تحریم‌های بین‌المللیه. تحریم‌هایی که هدفشون دقیقاً همینه، بستن راه‌های دسترسی یک کشور به ارز خارجی. تحقیقات دانشگاهی به 3 تأثیر مستقیم و فوری اشاره می‌کنن. اول، تحریم‌ها باعث میشن نرخ ارز بره بالا. دوم، فاصله بین نرخ رسمی که دولت اعلام میکنه و نرخی که تو بازار آزاده خیلی بیشتر میشه. و سوم، بازار به شدت بی‌ثبات و پرنوسان میشه. یعنی چی؟ یعنی نکته اصلی اینجاست که تحریم‌ها میان و کل بازی عرضه و تقاضا رو به هم میریزن. انگار که شیر اصلی ورود دلار به کشور رو میبندن. اما خب، همه چیز تقصیر عوامل خارجی نیست. شوک‌های خارجی فقط یه بخش داستانه. واقعیت اینه که اقتصاد داخلی خودش یه زمینه آسیب‌پذیر فراهم کرده بود. یه بستری که این شوک‌ها بتونن بیان و بیشترین آسیب رو بزنن. مثلا کسری بودجه رو در نظر بگیرید. خیلی ساده است. وقتی هزینه‌های دولت، یعنی خرج اداره کشور، خدمات عمومی، یارانه‌ها به طور مداوم از درآمدهاش، یعنی مثلا فروش نفت و مالیات بیشتر میشه، اونجاست که میگیم کسری بودجه داریم. و این یه مشکل تقریباً دائمی تو تحلیل‌های اقتصاد ایران بوده. خب، پس شما یه سری فشارهای داخلی کلیدی دارید. تورم بالا و مزمن، کسری بودجه دولت که تازه در موردش صحبت کردیم، چاپ پول برای جبران این کسری، کم شدن درآمدهای دیگه به جز نفت و سیاست‌های گاه و بگاه و نهامنگ بانک مرکزی. همه اینا دست به دست هم میدن و پول ملی رو ضعیف میکنن. در نتیجه وقتی اون شوک خارجی از راه میرسه، اقتصاد خیلی شکننده تر و آسیب پذیرتره. خب، لایه بعدی، لایه سوم، شاید یکی از جالب‌ترین ها باشه عامل انسانی. اینکه باورها و رفتارهای ما چطور روی بازار تأثیر میذاره. یه مفهومی هست که اقتصاددانها بهش میگن انتظارات برونیابانه. اسمش شاید پیچیده باشه ولی مفهومش خیلی ساده است. یعنی چی؟ یعنی این باور که اگه یه قیمتی امروز داره میره بالا، پس فردا هم به بالا رفتن ادامه میده. یه جورایی مردم روند فعلی رو به آینده تعمیم میدن. و دقیقاً همین جاست که روانشناسی وارد عمل میشه. وقتی مردم نگران آینده میشن، نگران این که تورم قراره بیشتر بشه، تقاضا برای دلار میره بالا. چرا؟ چون سعی میکنن با خرید دلار ارزش دارایی‌هاشون رو حفظ کنن و این خودش یه چرخه معیوب درست میکنه. تقاضا میره بالا، قیمت دلار بیشتر میره بالا و این ترس اولیه رو تایید میکنه. خب، تا اینجا 3 لایه رو شکافتیم. شوک خارجی، موتور داخلی و عامل انسانی. حالا بیایید ببینیم این بالا رفتن دلار چه اثر دومینوواری توی اقتصاد و زندگی مردم داشته. این نمودار خیلی خوب این مکانیزم انتقال رو نشون میده. محققا این مسیر رو شناسایی کردن. شوک‌های ارزی مثل همین نوسانات نرخ دلار مستقیم منتقل میشن به اقتصاد و خودشون رو به شکل تورم بالاتر و حتی بیکاری بیشتر نشون میدن. یعنی این یه چیزی نیست که فقط تو بازار ارز بمونه، اثرش تو کل اقتصاد پخش میشه.
خب دولت برای اینکه این ضربه رو به مردم کمتر کنه، یه سیاست خیلی بزرگ رو اجرا کرد. ارز یارانه‌ای 4200 تومانی برای کالاهای اساسی. ایده این بود که حتی اگه دلار تو بازار آزاد داره سر به فلک میکشه، قیمت چیزای ضروری مثل غذا و دارو برای مردم ثابت بمونه. هدف این سیاست این بود که یه جورایی یه راه نجات باشه، یه لنگر ثبات برای قیمت کالاهای ضروری. اما خب همونطور که میدونید واقعیت خیلی پیچیده‌تر از این حرف آزاب در اومد. این جدول یه تصویر خیلی واضح از اتفاقی که افتاد رو نشون میده. یه گزارش دولتی نشون داد که چه کسایی داشتن بیشترین سود رو از این کالاهای یارانه‌ای می‌بردن. نگاه کنید، مثلا برای گوشت گوسفند، دهک ثروتمند جامعه نزدیک به 27 برابر بیشتر از دهک فقیر از این یارانه استفاده کرده. یعنی این یارانه دقیقاً به اونجایی که باید نمیرسید. و مشکلات فقط این نبود. این سیاست یه سری پیامدهای ناخواسته دیگه هم داشت. به تولید داخلی ضربه زد، یه فرصت عظیم برای فساد ایجاد کرد، میلیاردها دلار از ذخایر ارزی با ارزش کشور را خالی کرد، باعث قاچاق همین کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور شد و کلاً سیستم تجاری و پولی رو به هم ریخت. خب با این تصویر پیچیده‌ای که از مشکلات دیدیم، سوال اینه که آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود داره؟ تحلیل‌ها چه راه‌حل‌هایی رو پیشنهاد میدن؟ تحلیلگرها معمولاً روی چند تا استراتژی کلیدی توافق دارن. اول از همه، کنترل تورم و توقف چاپ بی‌رویه پول. بعد، یکسانسازی نرخ ارز، یعنی به جای اینکه چند تا نرخ مختلف داشته باشیم، یه نرخ واحد و شفاف داشته باشیم. بهبود روابط اقتصادی و بانکی با دنیا، مدیریت کسری بودجه دولت و شاید از همه مهمتر، بازگرداندن اعتماد عمومی تا این تقاضای ناشی از ترس و وحشت کم بشه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم می‌بینیم که این مشکل یه دلیل ساده نداره. یه تعامل خیلی پیچیده است بین سیاست‌های جهانی، اقتصاد داخلی و حتی روانشناسی تک تک ما. هیچ گلوله نقره‌ای یا راه حل جادویی وجود نداره. و این ما رو با یه سوال اساسی روبرو می‌کنه. تو سیستمی که فشارهای خارجی، سیاست‌های داخلی و رفتار ما آدم‌ها اینقدر محکم به هم گره خوردن، یه راه حل واقعی رو اصلا باید از کجا شروع کرد؟ این سوال سختی فوق‌العاده باز کردن یه همچین گره کور اقتصادی رو به ما نشون میده.